خاطر آوردن یعنی تکرار کردن یعنی موضوع گذشته‌مون ما بازی آموزشی می‌گذاریم. بازی آموزشی ما نام دارد من جمع می‌کنم. بازی به هر یک شما من کارت‌ها را با افتاده تقسیم کردم. شما کارت‌ها را با دقت نگاه می‌کنید. روند بازی چنین است. من میگویم من افاده‌های را جمع می‌کنم که سوما را افاده می‌کنم. اگر افاده شما فکر کنید که یعنی که کارتی که در آن افاده یعنی نوشته شده است اگر سوما را افاده کند آن را می‌بردارید. اگر افاده نکند نمی‌بردارید و آماده باشید که جوابی یعنی انتخاب کرده یا برداشته خود را شرط داده توانید. اگر من گویم که من افاده‌های را جمع می‌کنم که فرق را افاده می‌کنم شما کارتتون را می‌بردارید اگر فکر کنید که آن فرق را افاده می‌کند. همین طور دیگر حاصل ضرب و حاصل تقسیم بود. فهمش شد شد؟ بله. خب آغاز بکنید. افاده‌های را جمع می‌کنیم که سوما را افاده می‌کنند. کنی بلندتر می‌بردارید که دیده شود. بسیار خوب. الان با تخته سیب می‌گوییم افاده‌هامون رو می‌بینیم. می‌گذاریم به نزد تخته سیب. بچه‌ها با افاده‌ها در دست همسایه‌مون بوده با دقت نگاه می‌کنیم. آیا همه این افاده‌ها سوما رو افاده می‌کنند یا نه؟ کنی بیایید شرح همسایه‌مون رو گوش می‌کنیم. کنی شروع می‌کنیم؟ ما اول عملی درون تاکس بوده را اجرا میکنیم که از آن ما باشد عملی یکم این طرح است و اگر ما عملی درون از حبس را میبینیم از آن ما کدام عملی باشد بیرون از حبس آن را ما تلفظ میکنیم و از آن ما باشد سوما است. یعنی که عمل آخرین شما جمع باشد پس افاده شما سوما رو افاده میکنند. خب از آن شما ما عمل ضرب رو کار کرده بعد عمل دیمی ما ببینیم اگر جمع باشه آن رو سوما نامیده میشود. پس عمل آخرین شما چی است؟ جمع. پس افاده شما چی است؟ سوما رو افاده میکنید یا نه؟ بله. بله. خب از آن شما عمل یکم ما ضرب رو افاده میکنند و عمل دیمی ما جمع است. یعنی که شما یکم عمل ضرب رو اجرا میکنید دویم جمع رو پس افاده شما سوما هست یا نه؟ بله. کنی از آن شما عملی ما جمع است دویمش جمع است سوم چهارم جمع است یکمش ضرب است دویمش ضرب است سوم چهارم جمع است آخری عمل ما جمع میباشد و عملی افاده ما سوما میباشد. عمل یکم جمع است دویمش ضرب است. خب پس عمل آخرین ما چی است؟ زد. پس افاده ما سوما رو افاده میکنند؟ نه. پس افاده ما چی بوده است؟ حاصل زد. خب کنی از آن شما؟ عمل یکم ضرب است عمل دویم جمع است عمل سوم تقسیم میباشد. عمل آخرین شما کدام است؟ تقسیم. پس افاده سوما رو افاده میکنند؟ نه. پس افاده چی است؟ حاصل تقسیم. خب کنی از آن شما؟ عمل یکم ضرب میباشد عمل دویم جمع عمل سوم جمع میباشد. پس عمل آخرین چی بوده است؟ جمع. پس افاده سوما رو افاده میکنید یا نه؟ بچه ها همه راضی‌این؟ بله. خب بسیار خوب. الان من افاده هایی که سوما رو افاده میکنن میگیرم دیگران میتونن با کارت‌های خود به جایگاه خود گذارید. بچه ها به افاده های در دستتان بوده با دقت نگاه میکنید. بچه ها عموما افاده های را جمع میکنن که آنها فرق رو افاده میکنن. کنید؟ خب به نزد تخته میگذارید و افاده های در دست همسایه‌مون بوده با دقت نگاه میکنیم. آیا همه آنها فرق را افاده میکنند یا نه؟ یعنی که از زبان شما من شنیدم که بعضی از این افاده ها فرق را افاده میکنند بعضی ها نه. کنی میبینیم و برای چی؟ کنی شرح میدیم. کنی شما؟ عمل یکم من ضرب میباشد و عمل دویم من فرق میباشد و ببینم که افاده من فرق میباشد. خب یعنی عمل آخران فرق باشد افاده فرق است. خب از این شما؟ عمل یکم من ضرب میباشد و عمل دویم من فرق.
حاصل ضرب است. خب فهمو شد؟ ifade شما چی بود است؟ برای چی؟ برای که اول جمله قبل تقسیم کنه اجرا میکنه بعد ضرب برون از قبل دیگه. خب از این شما سیمش هست. خب خب پس از روی عمل اخرونه که اجرا میکنه خلاصه میکنیم که ifade شما چی هست؟ حاصل جمع یعنی سوما هست. خب کنی از این شما؟ اولیش من ضرب است، دویمش جمع است، سومش تر. عمل اخرونتون تر هست. پس شما میتونید که ifade من این یعنی حاصل تر هست. خب کنی؟ عمل یکمی من تر هست و عمل دویمی من ضرب است. پس عمل اخرون اگر ضرب باشد پس ifade چی هست؟ حاصل ضرب. فرق شده میتونه؟ نه. شما از کجا فهمیدید همینه؟ این حال از دهانی همسیتون شنیدیم اصلاح کردیم. خب بسیار تشکر زیاد. کنی از این شما؟ عمل یکمی من ضرب میشه عمل دویمی من تر میشه عمل جمع میشه آها یعنی که اگر عملها از روی ترکیب جایگیریشون بینیم اول ضرب است بعد از ضرب ما جمعی بس از ضرب بوده که اجرا میکنیم عمل اخرونتون چی هست نگاه میکنیم؟ تر هست. پس ifade شما میتواند فرق را هم ifade کند. خب از این شما عمل یکمی من ضرب است عمل دویمی من تر هست. پس ifade شما چی هست؟ تر را میتواند ifade کند. از این شما عمل اولی من جمع باشد و عمل دویمی من ضرب باشد. برای همین این فرق را استفاده میکنم. خب الان بیایید ببینیم درست گفته که ifade شما فرق را ifade میکنه اما یکم چی را اجرا میکنه؟ جمع در داخل قوس بوده را دویوم تشکر کنی با این شرط میگویم اجرا میکنه فرق درست بودم. پس ifade ما چی را ifade میکنه؟ تشکر. این ifade فرق را ifade میکنه. خب تشکر زیاد. من ifade هایی که فرق را ifade میکنن جمع میکنم شما میتوانید بر جایگاه خود بگذارید. میتوانید بگذارید بر جایگاه